دو تا فکت توی آیه دیدم کیف کردم. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. میگه مثل کسانی که غیر خدا رو به دوستی و سرپرستی گرفتن مثل خونه‌ایه که عنکبوت بسازه و یقینا سست‌ترین خانه ها خانه عنکبوت اگر بدانن. توی عربی عنکبوت رو مذکر حساب میکنن، یعنی میگن هاذا العنکبوت، نمیگن هاذه العنکبوت. اینجا توی آیه فعل رو مؤنث آورده، گفته اتخذت. سابقه بر این به قرآن ایراد میگرفتن که چرا این باید میگفته کمثل العنکبوت اتخذ بیتا، چرا فعل رو مؤنث آورده؟ عنکبوت که مذکره. الان دانشمندا فهمیدن که عنکبوت ماده است که خونه رو میسازه. تو قسمت دوم آیه که گفته سست‌ترین خانه ها خانه عنکبوته، عنکبوت نر بعد از جفتگیری توسط عنکبوت ماده کشته میشه و میخورش. بعد این عنکبوت ماده که بچه‌هاش بزرگ میشن، بچه‌ها مادرشون رو میکشن میخورن. سست‌ترین خانه ها خانه عنکبوته. اون مثل اون کسی که غیر خدا رو به دوستی و سرپرستی بگیره مثلش میشه مثل خونه عنکبوت.